سلام صد سلام، خیلی مخلصیم. با یکی دیگر از برنامه در طور خدمت شما رسیدیم. امروز میخوایم راجع به یه معضل که معمولا توی کمپینگامون باهاش مواجهیم با هم دیگه یه گپی بزنیم. ببین، اول ما یه گودال نیاز داریم. گودال رو میکنیم با ویلچر، چوبا رو جمع میکنیم، تیکه تیکه میکنیم، دور گودال میچینیم و آخر سر هم کارمون تمام شد اینطوری جمع میکنیم. والد واقعا معضله، واقعا دیگه خودتون رفتید کمپینگ و دیدید که چه مدلیه. خب همونطور که تو تصویرم دیدید، با استفاده کردن از یه سری ابزار خیلی ساده مثل این بیلچه کوچیک، چاخه خشک برای اطرافش و اون چیزا رو دیدی، دستمال توالته که بغلش بود، خیلی بامزه بود. میتونیم این موضوع هم میتونیم که رفع و رجوع کنیم. امیدوارم که این برنامه براتون آموزنده بوده باشه. لایک و کامنت یادتون نره، ما خیلی مخلصی، ما رو معرفی کنید به دوستاتون. متشکرم، به امید دیدارتون.